میدونی چی قشنگه؟ یه بار یه خانومی اومد تو کارگاه. گفت من هیچ وقت سفارش لباس به خیاط نمیدادم. همیشه ترس از این که خوب در نیاد آماده میخریدم. بعد خندید و گفت فکر کنم لباس دوختن فقط کار آدمای خیلی دقیق و باهوشه. و منم خندیدم و گفتم نه عزیزم، لباس دوختن کار آدمایی که حوصله دارن، صبورن تا زیبایی رو خلق کنن، حتی اگه چند بار خراب بشه. واقعیتش خیاطی خیلی چیزا رو به آدم یاد میده برای نتیجه خوب باید چند بار اندازه بگیری، اشتباه کنی، دوباره بدوزی، دوباره امتحان کنی. یاد میده قشنگی از دل صبر میاد، نه از عجله. وقتی اون خانوم لباسشو پوشید گفت کاش زودتر شهامت داشتم. بیاین با هم بسازیم با احترام به هر خط و هر لحظه تلاش.